سلام چطورید؟ من گاد پیسی هستم و خوش اومدید به ویدیو من. خب دوستان، امروز اومدیم که بهتون آموزش بدیم که چجوری میتونید لولتون رو زود ببرید بالا. مثلا اگه لول 20 یا 30 هستید زودی برسونید به لول 50 تا 60. اگه لول 60 هستید زودی برسونید به لول 70 یا 68 اینا، به هر لولی که دلتون میخواد. و جوایز لول هم بذارید نشون بدم که واقعا انرژی میده آدم پلی بده و لولش رو ببره بالا و اینا رو بگیره. بعد لولش 70 نه 60 به بعد یعنی چیزای گادی میده وقتی لول آپ میشه. ایران خیلی قویه داره. مدیونی فکر کنید نت ایران ضعیف. آقا من کات میزنم تا این بیاد. خب دوستان اوورد بالاخره بعد کلی ها دوستان بزن این عکس جایزه میاره. فقط یک کمی نت بنده با لگم همکاری میکنه. خب ببین لول از اول بیام. لول اویوژی چقدر لگم من. بکن ما نخواستیم لول یک نخواستیم. برو بالا از اینجا. لول 60 که یه کارت کاستو میده. لول 70 رو بنازم یه از این بنر اینه آخر من نفهمیدم این بنره یا نوشته بنر اینم آواتار. لول 80 لول 90 که یخ خیلی خوشگل و کمیاب. لول 100 که خدا دمس لول 100 اولی گو. یعنی من فقط میخوام برسم لول 100 ولی نمیتونم. من هکر نیستم مثل بعضیا برم تیت لول بزنم یا چیت لایک به اینا بزنم. آقا زیادی سرتون رو در نیارم. بریم سراغ آموزش اصلی. آموزش اصلی 3 بخش داره. اولین بخش رو الان میگم. دوستان شما برای اینکه بیشتر لول رو بگیرید باید با اسکوادی پلی بدید. یاد اسکوادی فقط پلی بدید. تکی پلی بدید پی لول که بازم ما بریم توی پروفایلمون زیاد نمیده. تکی زیاد نمیده. یه لول این میشه. این وری که الان با موسم دارم نشون میدم این وری یعنی انقدر من یه لول دارم. این وری یعنی انقدر کنم میره مثلا لول 62. اوکی ما باید چجوری این ایکس لول رو زیادتر بگیرید؟ باید اسکوادی پلی بدید. این روش اولی. اسکوادی پلی بدید بین 100 تا 200 تا بهتون ایکس لول میده. برای تکی پلی بدید به 60 تا 100 تا میده که به درد نمیخوره اصلا. روش دوم باید بیاد توی قسمت استور. وای میستیم بیاره. خب بیاد تو قسمت ردیم. اینجا روی الان من دوستان من یک نوع ویدیو ضبط کردم قبلی. بعد دیدم ماجی صدام ضبط نشد. داشتم فشار میخوردم. ماجی ولش رو. به خاطر همین دیگه از این سکه ها ندارم که بگیرم. باید از اینا بگیرید هر چقدر که بتونید. 50% بیشتر ایکس عالیه. وقتی شما مثلا توی گیم بویا بکنید 200 تا رو میکنه 400 تا 350 تا اینا زیادتر میکنه. ولی اگه بویا نشید 200 تا رو میکنه 250 تا 300 نه مثلا 350 تا 400 تا. اوکی تا اینجا آموزش یادم رفت. بکنم دیگه همینا بود. باید بویا کنی یا با اسکوادت پلی بدی. مهمتر از همه اینه که بیشتر باید توی دلست بیاره. در بگم باید تو کدوم پلی بدید که زیاد ایکس بده. الان من یه کمی نگرفتم وایسی داره. خب ببینید توی بخش بتل رنگ و CS رنگ علامتی داشت. علامت چه فکر کنم برداشتم. علامت نه اینا از اینا یعنی مثلا
XP لول میده، مثلا گاده یه دونه اون، یه دونه همین کلش رنگ. بقیه‌شو خیلی کم میدن حتی اگه از اونو گرفته باشن. من بری بتل معمولی زیاد نمیده، مثلا کلش معمولی زیاد نمیده، فقط این بتل رنگ و کلش رنگ زیاد میدن که من بدبخت هیچ وقت کلش رو رنگ کافی نمی کنم، نمیدونم چرا. خب دوستان اینم از این ویدیو بود، امیدوارم که به دردتون بخوره. هر مشکلی چه داشت، مشکل مگه داشت ویدیو بوتی رو ببین آقا ول کن. اینم از این ویدیو بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. عشق منید، عشق گرید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.